من واقعا بهت افتخار میکنم، نه واسه تمام تلاشایی که کردی، بلکه برای تمام دستاوردهایی که توی زندگیت داشتی. بهت افتخار میکنم چون کسی هستی که نه تنها به دنبال رشد خودشه، بلکه از شکستاش درس میگیره و هر روز قوی‌تر و قوی‌تر میشه. رفتن به دنبال رویاهات شهامت میخواد. اینکه هر روز صبح با انگیزه از خواب بلند شی و برای اهداف دور و دشوارت تلاش کنی. خبر خوب اینه که تو میتونی. تو شهامت اینو داری که از راحتی خودت بگذری و برای چیزی بزرگتر بجنگی. خیلی شهامت اینو ندارن که از محدوده امنشون بیرون بیان. خیلی هم انقدر ترسوان که رویاهاشونو میذارن کنار و به زندگی معمولیشون ادامه میدن. اما تو فرق داری. تو به خودت افتخار میکنی و حاضری با قدمای محکمت زندگی رو برای خودت بسازی که برای خیلیا دست نیافتنیه. حتی اگه زمین خوردی و از پا افتادی ولی دوباره بلند میشی و به مسیرت ادامه میدی، این نشونه اینه که یه قدرت درونی داری. از بلند شو. شاید بعضی موقع احساس تنهایی بکنی، شاید هم بعضی موقع حس کنی کسی نباشه که بهت بگه چقدر بهت افتخار میکنه. اما نگران نباش، من اینجام که بهت بگم واقعا بهت افتخار میکنم، چون کسی مثل تو رو ندیدم که انقدر تلاش کنه و برای چیزی بزرگتر بجنگه. اما با همه سختیات و هنوز اینجایی و با قدرت تمام داری به هدفات نزدیکتر میشی. این شجاعت رو همه ندارن، اینکه با تمام وجود این سختی‌ها و دردا و رنجا ایستاده بمونی و برای هدفت تلاش کنی. ولی من بهت افتخار میکنم، چون تو انتخاب کردی که زندگی کنی. واقعا تحسین برانگیزه. انتخاب کردی که برای تمام خواسته هات بجنگی و با تمام موانع روبرو بشی. وقتی که خواستی ناامید بشی، یادت نره که تصمیم این که برای ادامه دادن رو گرفتی خودش یک پیروزی بزرگه. تصمیمی که تو رو از بقیه متمایز میکنه و نشون میده که قهرمان زندگی خودت هستی. و این دقیقاً نشون میده که قهرمان زندگی خودت هستی. سلام. اگه ویدیو قبلی رو ندیدین حتما بریم ببینین. یک فرضیاتی رو برای شما گفتم فرض کنید توی یه همچین مکانی هستید و همچین سوالایی توی ذهنتون پیش میاد و کدومش به نظر شما توسط اون شخص غریبه از شما پرسیده میشه. بهتون گفتم که 4 سواله و هر کدوم نشونگر شخصیت شماست. حالا توی این ویدیو و آخر ویدیو میخوام بهتون بگم که هر کدوم از اون سوالایی که توی ذهنتون اومده چه جور شخصیتی رو برای شما وصف میکنه. خب اگه سوال اول انتخاب کردید که میگه آیا این تابلو زیبا نیست؟ نشون میده که شما توی برخورد اول با افراد غریبه تأثیر مثبت روی اونا میذارید. این انتخاب بیانگر آن است که شما آدمی خوش برخورد و خونگرم هستید
و همواره نگران این هستید که برای دیگران خوشایند نباشید. یه جورایی از خودتون زیاد راضی نیستید و همیشه میترسین که نکنه بد باشم، نکنه کامل نباشم وقتی که یه شخص غریبه میاد. خب بریم سوال 2. اگه سوال 2 رو انتخاب کردین نشون میده که شما از آن گروه افراد هستید که کمی محافظه‌کار هستید و قبل از صمیمی شدن با کسی دلتون میخواد که خلق و خوی اونو مورد بررسی قرار بدین و اول یه جورایی بشناسینش. بنابراین قدم اول برای دوستی را شما بر نمیدارید. اگه سوال 3 رو انتخاب کردید نشونه اونه که برای نیمی از کسانی که به طور اتفاقی با اونا مواجه میشید فردی خوشرو و اجتماعی هستید، ولی برای نیم دیگر کمی عجیب و غیر عادی به نظر میرسید. اصولاً به این موضوع که دیگران راجع به شما چی فکر میکنن و چه نظری نسبت به شما دارن اهمیتی نمیدید. توی زندگیتون به روش خودتون عمل میکنید و از اعتماد به نفس خوبی برخوردارید. شاید راز موفقیت شما توی همین امر نهفته باشد. و اما سوال آخر. اگه سوال آخر توی ذهنتون اومد که شخص غریب ازتون میپرسه، نشانگر آن است که در نخستین ملاقات خود با دیگران فردی مشتاق و کمی نگران هستید. احتمالاً تلاش میکنید از نظر دیگران فردی دوست داشتنی باشید، اما باید توجه کنید که هر چقدر بیشتر توی این زمینه تلاش کنید کمتر به نتیجه مطلوب میرسید و مطمئن باشید اینطوری بیشتر مورد توجه دیگران قرار میگیرید و محبوب میشوید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. راستی یادتون نره حضور شما توی این کانال اتفاقی نیست. خدا نگهدار.